از بس که مشکل اقتصادی فشار آورده امروز آمدم بروشور تقسیم میکنم. بروشور به کی بتون؟ بفرمایین کاکا. برادر از زانم شوخی کردم. این بروشر دفتر خود ما هست و ما از خاطر مشکل اقتصادی امروز نآمدم اینجا تقسیم نمیکنم، بلکه امروز آمدم یک حرف خیلی خیلی مهم و عمیق را میخوایم برای شما بگم. ای که من دیروز از کوتسنگی می آمدم سمت دفتر، یک جوانی را دیدم که بروشور تقسیم کرد. از اون بروشورهای خرد که هست برای عطر و اینا که تقسیم میکنه یک دکان والا اینا. ازش سوال کردم، گفتم که اینا را دکان از خودتان است، برای خودتان آیا تقسیم میکنید؟ بفرمایید عمو جان بفرمایید. و ای که اول که من دیدم با ظاهرش با همو چهرهش دیدم خیلی یک جوان رساس، جوان خیلی واقعا انگار موفق و انگار یک جوان بسیار چی معلوم میشه، بسیار جوان خوب، جوانی که درآمدش خوب است. ولی وقتی که سوال کردم گفتم آیا این دکان از خودتان است؟ اول گفت بله. باز دوباره گفت که نه همشیره، من شاگرد هستم، اینجا کل پاککاری و تمیزکاری و همه چیزش میکنم و بروشورم تقسیم میکنم. گفتم چقدر مثلا روزانه کار میکنی یا هفته‌وار کار میکنی، چطوری کار میکنی؟ گفت که روزانه کار میکنم، در روزی 150 افغانی. همینی که 150 افغانی گفت خیلی قلبم درد کرد و بدترش در اونجا بود که یا دردناکترش در اونجا بود که وقتی سوال کردم گفتم که تو آیا سواد داری که مثلا جای تغییر بدی، یعنی ما اگر تو رو بازاریاب بگیریم مثلا یک کاری برای تو بکنیم؟ گفت بله من پاهانتون میرم. و این خیلی زیاد دردناک بود. این خیلی زیاد دردناک بود که جوانی که میره هم پاهانتون ولی 150 افغانی اگر روزانه که بدونی که خانه بشینه، بدونی که مریض شوه، همیشه فول تایم بیایه، در یک ماه حدود 4,500 افغانی میشه. این 4,500 افغانی یک لحظه خرج یک آدم میباشه. چطوری یک جوانی که هم پاهانتون میره و فقط در 4,500 افغانی فول تایم یک ماه شب بگذرانه؟ این خیلی دردناک است. دردناکترش وقتی اونجا بود که بازم بیشتر، یعنی 3 برابر کرد درد من، که من شماره ما بریش دادم، همی که با تلفن شماره ما که میگرفت دستایش نگاه کردم، دستایش چک پاره است و من در کل عمرم یعنی 19 سال عمرم تا هنوز جوانی رو ندیده بودم که دستایش پاره باشه، ولی این جوان دستایش پاره بود و خیلی هم دردناک بود. این کمی طرفتر بیایم بهتر است. این طرفتر بیایم اینطوری بهتره. موتر نزنید. و امروز میخوایم که یک پیام را برسانم خدمتتون. پیام من این هسته که من وقتی که هدفم 50 فقر و 50 ثروت هست، چی را میخوایم واقعا به اثبات برسانم یا اصلا چرا میخوایم این هدف را تیک بزنم و چرا این هدف برای من اینقدر مهم شده که من حاضر باشم که تمام فوکس ما، تمام انرژی ما، تمام تمرکز ما را بگذارم و در این سن 19 سالگی می هدف ما تصمیم بگیرم که تیک بزنم. به خاطر که دردش این گونه است، خیلی هم درد داره، خیلی زیاد درد داره، خیلی هم زیاد درد داره و باید 100% به این هدف موفق شم. و در این هدف چطوری موفق میشم؟ در این هدف زمانی موفق میشم که شما بیاین کنار ما و کنار ما چطوری کنار ما بیاین؟ کنار ما بیاین، هم ایده ما شوین، هم مفکوره ما شوین، بفهمیم که واقعا چقدر درد داره. من دردای اقتصادی رو دیدم، مشکلات های اقتصادی رو دیدم، فشار اقتصادی رو زیاد دیدم، میفهمم که چقدر درد داره. ولی همین لحظه ما از بعضی که داخل مشکل هستیم، از بعضی که درد میبینیم، خیلی اوقات حتی درد حس نمیکنیم. از بعضی که دردها در گلوی ما، در بغض و درد در گلوی ما رسیده، حتی درد حس نمیکنیم. این گونه هست. و ای که
میخوایم یک چند تا راهکاری که واقعا یعنی راهکاری که من تا امی سینم دارم یا تا امی سینم را تجربه کرده میفهمم که کارساز هسته. اولین چیزی که مهم هسته و اولین ستونی که هسته آموزش هست. آموزش درست، آموزشی که هوش مالی را شما فرا بگیرین. ولی متاسفانه فقط فوکس تنها روی مکتب و دانشگاه هم کرده نمیتونین، به خاطر که اگر واقعا ما میتونستیم ثروتمند از طریق امی درسای مکتب و دانشگاه شویم، امروز همه 50 فقر و 50 ثروت چی خورده بود. من امروز قرار نبود که امروز بیایم در جلوی کامرا صحبت در این موضوع بکنم. کفایت نمیکنه تنها مکتب و دانشگاه، بلکه کتابایی هست، بلکه دوره هایی هست، بلکه شما باید یعنی دوره های را فرا بگیرین که از طریق آموزش اولین راهکار و دوم ارتباطات شما، ارتباطات مثبتی که شما میتونین که برقرار بکنین، ارتباطات مثبتی که مانند خب خیلی افرادی که همین لحظه ثروتمند هست، اونا را وقتی که ازش سوال کنی، اونا با آدم‌های ثروتمند، با آدم‌هایی که نگرش مثبت، با آدم‌هایی که نگرش تاب داشته ارتباط برقرار کردن. دوم فاکتور ارتباط هست. و سوم فاکتوری که من از تجربه شخصی میتونم برای شما ذکر بکنم، چیزهایی که در سوشال میدیا فالو میکنین، چیزهایی که برایشون وقت میگذارنین، در تیک تاک، در فیسبوک، در اینستا، در یوتیوب، در هر اون چیزی که سوشال میدیا هست یا هر اون چیزی که شما همراهشون وقت میگذارین، چی مثلا کتاب است، چی ویدیو هست، چی سوشال میدیا هست، هر اون چیزی که هست، چیزایی که شما همراهشون وقت میگذارین، یعنی تمرکزتون رو میگذارین، انرژیتون رو مصرف میکنین. این سومین فاکتور قدرتمند هست که شما میتونین درست استفاده کنین و هر روز به مرحله همه 50 فقر و 50 ثروت برسین. دوستان عزیزم، این سومین ویدیویی بود که من میخواستم گزارش بدم در یوتیوب. اگرچند که من زیاد نمیخوایم که همیشه در سوشال میدیا باشم، فقط همه چیزا بگم، میخوایم که کارهای عملیم بیشتر باشه تا نتیجه بهتر بدم. به او خاطر اگر من کمی دیرتر ویدیو گذاشتم، یعنی چطور برای شما بگم، هیچ اصلا فکر دیگه نکنین، فقط به این که من تمرکز دارم که کارهای عملی بیشتر باشه تا نتیجه قوی تر در نظر بگیریم. اینطور یک چیزه دیگه. هم تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.